در روزگارهای قدیم مپ دراپری بود. به شدت نمیدونم سخت یا آسون. پس ما اومدیم با مپ دراپر. خدافظ بریم اینجا استارت. برو بریم. خدافظ. خب اینجا چه گویی باید بخورم؟ من چرا الایترا هستن تنمه؟ نه چیه؟ اوه فهمستم باید چی کار کنم. خب ارست میدیم. بعد این الایترایی که تنمه باش برم توی یه دونه از اینا. نمیدونم تو کدوم باید برم. بس تو پایین ترینش میریم فکر کنم. اینا مرحلن. باید بریم تو پایین ترین مرحله شام اینجا برویم. من هیچ توضیح چه پایین ترین مرحله نبود. مرحله 4 بر ما فرق نمیکنه. ما میریم. خدافظ. جاده باید برم. اگه من فکری پدر سگ در رو بگیر آقا. احمد محسن یه احمدی محسن. یه سوال دارم. اگه ما بیایم رو این بده و اگه روش بپریم ما رو باز پرت کنه به بالا؟ نه اصلا این بده رو واسه چی ساخته؟ میدونم واسه قشنگه ولی حق نداری بهت بسازی. برو. نه 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 برو. یس ما تا جای ممکن سعی میکنیم نپریم. مثل گاوم دارم میپرم. این حرفا میزنم. وای 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 رفتم. بالاتره. کجا باید برم؟ استارتش اینجاست. یعنی من بخوام استارت کنم مپا تا اینجا باید بیام. این ریسپان باید برم اینجا. یه نگاه. آره زیرش خالیه حاجی. برو. نه ریدم. برو حاجی نگو اینجاست. آقا به قدرت صوت و صفیر گلگلی ایمان میاریم و میریم. صوت صفیر البلبل هیج قلبی الثمل. صوت و صفیر گلگلی ایت علمی تمینی. برو. ای بابا ای خدا. صوت و صفیری هم دیگه نشد. با قدرت احمد محسن میریم. احمد محسن برو. احمد محسن. ای بابا احمد محسنم رید. وای وای حاجی 50 بار مردم سر یه دونه مرحله این. یس رفتم. هر یه مرحله که بری دوباره میای اینجا. پدر سگ اسکم میکنه. پدر سگ مرحله میخوام برم. آها این بود. من میرم این بکنم باید برم این ولی من میرم این. رفتم لول قبلیش. کجا باید برم حالا؟ من بگوید کجا. پشمام شبه چنل یوتیوبش ساخته اینو. پشمام بیلدریه. یس بالاخره. حالا بعد اینجا باید کجا برم؟ فکر کنم بعد از اون پله ها برم به بالا. آره این پله ها رو فکر کنم باید برم بالا. چه گویی بخورم؟ ما دوباره آمدیم. بازنده مپ مریضه. اصلا واسه چی باید پله بزنیم وسط مپ دراپر؟ وای خدا. نه وای خدا. وای یس. برو که رفتی. برو بیشرف. یا عبد بس شورتو در میاره این بازی کن. وای خدا. ای خدا من رفتم بیرون. اصلا خدافظ. ویدیو تموم. خب الان من دوباره اومدم این مپ چرت و پرت که نمیدونم واسه اینقدر دارم خودم رو عذاب میدم. میام این مپ میمیرم فشار میخورم برمیگردم. خدا باید چیکار میکردم اصلا تو این مپ؟ از اینجا فکر کنم باید میرفتم. برو یس. وای دراپر و پارکور و اینا رو من خیلی سخت میتونم برم. وای خدا. خب دوباره اومدیم همون جایی که مثل گاو افتادیم مردیم. برو بی پدر. نه وای خدا. وای دوباره اومدم اینجا. وای
وای خدا یا اول پس بپر. بچه من تو این چند وقتی هم که نبودم سرما خوردم، برم یکم صدام تو دماغیه، به بزرگی خودتون ببخشید دیگه. فکر میکنم که الان باید برویم به اینجا. آقا من احتمال میدم که باید بریم همینجا. خب میترسم برم بمیرم، نمیدونم انشالله که همینجا باشه. یا اول پس برو. اینجا بود؟ اینجا نبود، نمیدونم اینجا بود یا نه. خب حاجی من دوباره اومدم اینجا و آره دیگه راهش که همین آبه بود، یعنی همین این پایین بود، ولی من مثل اینکه اشتباه رفتم و ریدم. یه دونه ویدیو هم اتفاقا رفتم دیدم این پایین یه دونه آبه که فکر نمی‌کنم چرا معلوم نیست، بکنم بخاطر اینه که شیدر زدم زیاد معلوم نیست. اوه رفتم بر تبل شادانه بکوب، پیروز و مردانه بکوب، بر خیز و بر شمرانه بر سرور خانه بکوب، بر تبل شادانه بکوب. دون 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 دون. حالا کجا باید برم؟ کدوم مرحله حالا بریم؟ کدام برویم؟ این گلدی هم میتونه خوب باشه. آقا من هیچ ایده ای ندارم کدوم برم. میریم این. فکر کنم دراپرش جوریه که تو باید مپای رندومشو بری، رندوم تموم کن. یس این مرحله رو هم رفتیم. خب خوبه. حالا دیگه کجا برویم؟ من فقط میتونم این رنگیه مرحله آخرشه که اینو نمیرم. مثلا این گلدیه رو برم. گلدیه رو میرم تست کنم ببینم چجوری. مرحله 8 گلدی. چیکار باید بکنم؟ کجا باید برم؟ اینجا میریم پایین، از دماغ این یارو میریم توش. نه ای بابا اشتباه رفتم. فهمیدم چیکار کنم. اینجا میایم تو ستینگ. خب میایم اوپن توندن. چی تو آن میکنی؟ گیم مودش میکنیم کریتیو F3 و F4. اینجا میایم کریتیو رو آن میکنیم. میایم پایین، خیلی راحت و ساده ایزی ترینیم. این ایزی ترینه. من نمیدونم چرا نمیشه رفت اینا، اصلا خیلی ایزیه، کاری نداره. ما میایم اینجا چیکار میکنیم؟ دکمه میزنیم تموم شد. تموم شد. مرحله بعدی. خیلی ایزی ما این مرحله رو رد کردیم. این مود سروایور. کسی چیزی دید؟ نه. دکمه کجا اومده بود دستم؟ و از اونجایی که ویدیو خیلی طولانی میشه بخوام برم این مپا رو، ما یه راست میریم مرحله آخر. ما خیلی ساده رسیدیم به مرحله آخر این بازی. ای بابا اینجا هم نمیتونیم. تموم شد مرحله. از این ساده تر بازی، ساده تر تموم شد و رفت. بچه تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.